آقای حاجی ما 5 ماه پیش خواهرمون رو به شوهر دادیم. بعد 5 ماه به خانه خبرگیری آمد. پدرم با او دعوا کرد که در این 5 ماه شوهرت مرا نطلبید، به خانه اتان، تو دیگر به نزد شوهرت نمی روی. ما برادرها او را به خانه شوهر روان کردیم. خواهرم حاضر بسیار غمگین است، میگوید که پدرم مرا دعای بد میکند. استاد شما چی مصلحت میدید؟ ما کار درست کردیم یا نه؟ فکر میکنم سوال فهمیدین که یک خواهری که بعد 5 ماه مقصد بعد 5 ماه شوهریش خانه پدر خبرگیری میاد، پدر گیله میکنه که در همین 5 ماه مرا تو مقصد دعوت نکردی، برای مقصد دیگه خانه شوهرت نمیره، به خاطر که اونها مرا دعوت نکردن. لیکن فرزندها بردن در خانه شوهرش گذاشتن. آیا همیشه کار پدر درسته یا کاری فرزنداش؟ من آفرین میگم با او فرزندایی که این کار خیر انجام دادین. الله برکتتون تید که همون بزرگی میگه با عقل نه با سال. بینین؟ یعنی هست آدمی که سال بلند داره و عقل همون فرزنداش نداره. از این لحاظ دادرای عزیز شما بسیار کاری نیکی کردین، بسیار کاری ثوابی کردین و بر این گونه پدرها من اینقدر گفتنیم که طلبیدن پدر، طلبیدن مادر، اینها به گردن شوهر، به گردن داماد نه فرض نه واجب نه سنت. برای همین این مسئله و مسائل را پدرها و مادرای عزیز بیاین مقصد یک گویم پرابلم زیادی به سر فرزنداتون نیارید. من امروزه هر یک مردکی که همون زنش احترام میکنه به قدر همون زنش میرسه، لیکن خسرش خشتامنش مقصد نمیطلبه، دعوت نمیکنه. من میگم هزار رحمت بر اینها، خداوند خیرشون تید. همون خسر و خشتامن هم باید در حق همین فرزند دعا کنن که زندگیش با دخترش نیک کرده. برای شما دعوت چی در کاره؟ او خانه فرزند تای میتونی به حضور هر روزک بگی دستی زن تا میگیری، دست یه رفیق تا میگیری، دست یه دگانه تا میگیری، بیا بچم خانه دختری ما خبرگیری بری، برای دختر تا خبر بگی. شرط نیست که برای تو با یک روزی دیگر معین کنن، شرط نیست که برای تو با این قدر مبلغ شرایط مثال صرف کنن. خیلی مشکلات را به سرای فرزندای خودتان نیاری. همین کارها ببین، اگر همین دختر گپی همین پدر را میگیری زندگیش ویران میشی. حیران میشم چخیل عقله که در حق همین دختراتون زندگی همینا شما اینقدر کوتاهی میکنین، اینقدر مقصد بفهمی و اینقدر زامین میکنین خداتان در حق فرزنداتون. همین فرزندا از همین حساب بعد دلخنک میشن. بین وای دیگه علاقه شوهرش از تو بلند دانست. در اینجا کمبودی از پدر شدگی. برای این مادرها و پدرها این چیزها را به سر فرزندا نیارین، فرزندا را طعنه نکنین، یا مقصد در پیش مردم هیچ وقت نرین که اینا دختر ما 5 ماشید برده است، 7 ماشید برده است، ما را یک بار فیراد نمیکنه. این فیراد کردنش مقصد باز میگم از نگاه دین یگون معنی ندارد. شما توانین ای پیش خطام برآمده رفتن بگیرید، بهترش این است. خوش به حالتون دادر عزیز، کار خیر کردین. او دعای بعدی را که پدر در حق فرزند میکند انشالله از این گونه دعاها شما نترسین، زیرا این دعاها در موضع خودش نیست. یعنی یک دعای بی محله.